البته خدا نخواسته تفسیر نشود، من نه سیاسی هستم، تفسیری به موج سواری و غوغا سالاری و یا همون عناوینی که سیاسیون دارن نشود. من سیاسی نیستم. همه دوستان میداند که حدود 20 سال به کابل سراسر کار من تدریس و پژوهش بوده است. و من زنگ زد گفت بیا آقا تو عقد موقت خانه تعهد بدی. من التماس کردم، من روزهای چهارشنبه یک درس دارم از ساعت 2 تا 3. حالا یه جریان صحبت کنم چون در فضای مجازی اصلا راضی نبودم این قضایا بیرون داده شه. والله به مسجد قسم است، به مسجد قسم است. با یک از دوستان صحبت کردم، سفارش کردم که بیرون سر است به پیش خودت باشه. این عقد شرعی خوانده است، این گناه نکرده است. این توهین گفتم، این توهینه. امیر خم گفتم والله و بالله اینو معروف نیست، این توهین ناموس مردم بسیار سخت است. کنار بکش خیلی سخته اینا. به همین مقدار مشت آمد و عمامه پرید. علمای ما یک باب دارن در فقه تحت عنوان عقد موقت و متعه و مفصل هم بحث کردن. و میلیون ها شیعه مسلمان، میلیون ها، تنها شیعه افغانستان نیست، میلیون ها شیعه مسلمان، چی در بحرین، چی در ایران، چی در پاکستان، چی در هند، در هر جا که هست، به این امر مسلم فقهی عمل نمی‌کنن. گلایه ما این است که مذهب ما از رسمیت افتاد. خوبی را در دوره جمهوریت مذهب ما رسمی بود دیگه. یکی از مذاهب رسمی در افغانستان مذهب جعفری بود که بحث علمی دارد که اینجا لازم نیست من اشاره کنم. حالا میخوام این نکته را عرض کنم. همون طوری که ما هرگز به خود اجازه نمیدیم، وجدان ما، عقل بین ما اجازه نمیدهد که به معرفت دینی یک مذهب ما اهانت کنیم. نباید این کار کنیم. و هر نیمچه طلبه بکنه حرام است. اهانت به یک مذهب حرام است. فقهای ما میگویند، مراجع تقلید ما میگویند نباید به یک مذهب اهانت کنی، توهین کنی، تحقیر کنی، حتی نیش و کنایت بگی. خود اینا زحمت کشیدند، علمای معمولی نبودن، خیلی مورد احترام همه هست. ولی همین توقع رو ما داریم، همین توقع رو ما داریم از برادران اهل سنت ما که به عقاید ما، به مذهب ما، به معرفت دینی ما باید احترام بگذارن. ما هم که آدمای معمولی نیستیم. الان من شخصا خودم 35 سال تدریس دارم، بیش از 10 جلد کتاب مطبوع و غیر مطبوع آثار علمی دارم. من در نزد این علمای بزرگ مثل طلبه کوچیک نیستم. در مقابل مثل آیت الله کابلی، در مقابل مثل علامه فیاض و آخوند خراسانی و شیخ مفید خدا یک طلبه کوچیک هستم، در حالی که 35 سال تدریس دارم. سطوح عالیه را در علوم مختلف، کلام، فلسفه، تفسیر که همه نوارش موجود هست که ولی من هرگز به خود اجازه نمیدهم که بالاتر از حدم سخن بگویم. هرچند که حدی داره، یک محدودیت دارد. لذا این توقع رو داریم. از جمله آیه‌ای که سخت موردی یعنی اختلاف هست بین ما، یعنی علمای شیعه، ما چی کاریم؟ ما اونچه که فتوا دادن، اونچه که مراجع تقلید ما در رساله ها فتوا دادن، در کتاب های فقهشون باب را مفتوح کردن، مطیعیم، اطاعت میکنیم، از مراجع تقلید خود اطاعت میکنیم. حتی یعنی در رساله ها داریم عملی بدون تقلید، بدون اجتهاد، بدون احتیاط باطل است. تا این حد دینداری ما این گونه نیستیم که در دینداری خود تسامح داشته باشیم. تمام رساله ها گفتن یا مقلد باشه، یا مجتهد باشه، یا از لحاظ علمی به یک مرحله برسی که بتوانی احتیاط کنی، بتوانی احتیاط و مجاری احتیاط رو بفهمی.
نه شده ناشده احتیاط کنه. خب از جمله آیه‌ای که در عقد تمتع هست، در عقد متعه و عقد موقت، این آیه قرآن است. آیه قرآن است. این بحث من از این لحاظ میکنم که بسیار مهمی است که بعضی طلبه های ما متاسفانه این مسئله را متوجه نیست، در نزد بعضی برادران اهل سنت ما معکوس معنا میکنن. این کار خوب نیست. اینا یعنی تفسیری به ما لا یرضی صاحبو نکنیم. باید بفهمیم حالا کسی قبول میکنه یا نه، او چیز دیگری است، ولی تفسیر چیز دیگری است که ما بفهمیم. مثلا در آیه 24 سوره نساء، آیه 24 سوره نساء، اینجا آیه داریم که مشروعیت عقد موقت یا متعه حالا فرق نمیکنه. این لفظ مترادف گفته میشه در نزد ما. گاهی متعه میگیم، گاهی هم عقد موقت میگیم. البته این نکته رو اینجا عرض کنم که عقد موقت پیش از عقد دایم برای خانم‌ها یک نفعی داره، یک فایده‌ای داره. فایدهش اینه که در این مدت 1 سال و 2 سال یک شناخت خوب حاصل میشه. یعنی همسر خانم میداند که این آدم سالمه یا سالم نیست. بعد از 1 سال دید که این معتاد در آمد، خب دیگه نیاز به کروفر طلاق نیست. دیگه دفتر به دفتر مراجعه کردن لازم نیست. عقد موقت بوده راحت جدا میشه دیگه. اون نواخونجگری عمرریزی وجود نداره. یعنی نفع علمی عقد موقت قبل از عقد دائمی ما 2 عقد داریم که حتی فقهای ما یک در تمام کتاب‌های فقهی یک باب را تحت عنوان عقد موقت یا متعه باز کردن و مفصلا بحث کردن، از جوانب مختلف، از نواحی مختلف این بحث مطرح کردن. یعنی ساکت نگذاشتن، حتی اون احتمالات ضعیف را آوردن. این قلد اللهم یقال همه را آوردن، بحث کردن که یعنی این نفع برای خانوما داره که قبل از عقد دایم وقتی این عقد موقت خوانده می شود، این خانم در مدت 1 سال یک شناخت، یک معرفتی خوبی از همسرش ایجاد می شود. اگر دید که این همسر نماز نمیخونه، اهل نماز نیست، اهل روزه نیست، اهل دین نیست، اهل قرآن نیست، یک معتاد درجه 1 یا درجه 2، البته این معتادان فرمون شماره 1 شماره 2، خب بعضی از معتادا شماره 3 جیلم برگمون. خب روی این اساس اون دیگه بحث خیلی مهم راحت جدا می شود دیگه. نیاز نسبت الله و دو دفتر از او دفتر، دو دفتر از او حوزه به او حوزه، از او حوزه به او حوزه. این نفع را عقد موقت راحت جدا می شود دیگه. نیاز نسبت الله و دو دفتر از او دفتر، دو دفتر از او حوزه به او حوزه، از او حوزه به او حوزه. این نفع را عقد موقت نسبت به خانمان دارند. و عقد موقت به لحاظ احکام و آثار عین همون عقد دائمی هست. زن برش مباح می شود، زن برش مباح می شود. اینی که بعضی آمده که عقد موقت عقد محرمی برش مباح نیست، دروغ هم چون عقد نداریم اصلا. شما باید 1 رساله پیدا کنید، 1 رساله فقهی پیدا کنید همچین چیزی گفته باشد. عقد موقت عین همون عقد دائمی خانم برش مباح می شود. بله در ارث و در بعضی نفقه و امثال همین تفاوت های هست که اینجا جای بحث نیست. خب از کجا میگی این آیه قرآن را نه تنها علمای شیعه، برادران اهل سنت ما هم میگوین. البته ما از ثابت در محفوظات ما بود، باز برای احتیاط شب فرصت هم کم داشتم. همین هوش مصنوعی خیلی خوبه، حالا قدر میذارید بدونید. کسی هم شیطان مانند است ولی خوب راست یک شیطان راستگوی است. یعنی بعضی چیزها را که در شبیه دقیق میاره، خیلی دقیق هوشی مصنوعی. من یک وقت یک روایت مانده بودم که از کی باشه، دادم که هوش مصنوعی بود، می روایت از کی بود؟ از امام علیه. یعنی
اینقدر تحقیقات رسمی که عجیبه. بعد شب نگاه کردم که از برادران بزرگ اهل سنت ما پیرامون آیه عقد موقت یک چند تاش رو بیار. از برادران بزرگ اهل سنت ما مثل فخر رازی، امام غزالی، خیلی از افراد را ردیف کرد. من فراموش کردم پرینت بگیرم اینا رو بیارم که همه اینها میگن، بعضی حتی ادعای اجماع کردن که اصل تشریع عقد موقت مسلم از ضروریات دین هست. این گونه گفتن، یعنی از مسلم، چون آیه قرآن دینه دیگه. قرآن دینه، خود قرآن دینه. این آیه شما گوش بدید، هر فرد متوسط میفهمن ظاهر آیه خدا. فمستمتعتم آیه قرآن است. به منهن فآتوهن اجورهن فریضة. وقتی خانومی را به عقد متعه و موقت عقد میکنی، واجب است که باید مهر او را پرداخت کنی. یکی از ارکان عقد موقت تعیین مهر، تعیین زمانه، وگرنه عقد باطل میشود. زمان باید مشخص باشد. لذا تا هنوز که ما عقد موقت میخواندیم بر اساس همین فقه مسلم که در فقه شیعه، در مذهب شیعه از مسلمات شیعه است، هیچ فقهی نداریم که رد کرده باشد. عقد که میخواندیم خیلی احتیاط میکردیم که زمان تاریخش حتی یعنی بعد از ظهر ساعتش هم باید نوشته شود تا کدام تاریخ. یک ثانیه اگر رد شود زن بر او حرام میشود. طبق برداشت ما دی، فقه ما است، مذهب ما همین است که ما این برداشت رو، این فقه رو داریم. خب اصل مشروعیت عقد موقت طبق این آیه قرآن از مسلمات دین هست که فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة. این آیه قرآن هست درباره مشروعیت. تنها این دین است، این دین است، این قرآن دین است. حالا موریم فهم دینی، موریم در مرحله فهم دینی. در فهم دینی اینجا اختلاف است. برادران اهل سنت ما میگه که این آیه نسخ شده است، یعنی این آیه نسخ شده است. ما احترام قائلیم. وقتی اونا علم داشته باشه باید به علم خود عمل کنن. اگر یقین داشته باشه، قطع داشته باشه که دارن، باید به قطع خود عمل کنن. ما احترام میگذاریم، هیچ وقت نگفتیم و نمیگوییم و نخواهیم هم گفت که اشتباه کردن. ایشی بس خطا باشه، ولی حقشان هست، معرفت دینیشان هست، یعنی استنباطشان است، اجتهادشان است. از آیه این گونه فهمیدن، از آیه قرآن امیر فهمیدن، امیر درک کردن، حرف درست است. اما علمای ما، یعنی فقهای ما، مراجع تقلید ما مثل آیت الله کابلی، افتخار و پرچمدار فقاهت در کشور ما افغانستان، یا مانند علامه فیاض و دهها فقیه دیگر امام سید سرور واعظ و امثالهم، این آدمای معلومه، آخوند خراسانی که علم اصول فقه را در مشت داشت میچرخانید. بیش از 700 مجتهد زیر درسشان بوده. این آدمای معمولی نبودن که یا دهها فقیه دیگر مثل شیخ توسی، شیخ مفید، شیخ انصاری، اینا همه بل اتفاق گفتن که نه، این آیه نسخ نشده. چون طبق باور ما، مبنای ما مبنای خود میگیم، حالا کسی قبول بکنه نکنه او جای دیگری هست. ما میخوایم که ما عمل خلاف شرع انجام نمیدیم، ما بدعت انجام نمیدیم، ما طبق برداشت و معرفت دینی خود، دینداری خود نمیخوایم خلاف دین حرکت کنیم. حالا خطا بکنیم و چیز دیگری است. رفع القلم عن تیزه از جمله خطا. اگر خطا کنیم خدا میبخشه. خب ما سعی ما اینه، باور ما اینه که یک مورد خلاف قرآن، حتی روایات داریم که هر روایت خلاف قرآن باشه
فطرحوه علی الجدار، او رو به دیوار بزنید و از ما نیست. تا این حد به قرآن اهمیت قائلیم، تا این حد قرآن رو روی پلک چشم میگذاریم، تا این حد به قرآن باور داریم که حتی روایتی از امام صادق نقل شود که خلاف قرآن باشد، خود ائمه ما فطرحوه علی الجدار، رو به دیوار بزنید و از ما نیست. ما خلاف قرآن حرف نمیزنیم. لذا مراجع تقلید ما، علمای ما، مجتهدین ما، اینایی که ملکه اجتهاد پیدا کردند، اینایی کوهی از علم داشتن به نظر ما، اینا گفتن که یک آیه در صورت نسخ میشه در یک از دو صورت، در غیر از دو صورت ما قبول نداریم. یا آیه قرآن بیاد آیه رو نسخ کنه، ما هم آیه‌ای نداریم در قرآن که این آیه رو نسخ کرده باشه. هیچ کسی ادعا نمیکنن. برادران اهل سنت ما که میگویند روایات داریم که ما به باورشان احترام قائلیم، هرگز توهینم نمیکنیم، حرام میدانیم توهین کردن را. خب علمای ما میگن که خوب داریم، بحث مهمی است، بحث داغ امروز ماست که ما باید بفهمیم همین که آیا ما خدا نخواسته بدعت انجام میدیم یا بعضی میگه فعل زنا انجام میدیم. که علمای میگم این آیه قرآن، آیه 24 از سوره نساء، اصل مشروعیت عقد موقت مسلمه از ضروریات دین، از مسلمات دین. حتی برادران اهل سنت ما هم اصل مشروعیت منکر نیست. غالب برادران اهل سنت ما اصل مشروعیت عقد موقت و متعه از مسلمات میدانن. غالبش همین قدر ما تحقیق کردیم. حالا خب علمای ما میگن در یک از دو صورت میشه آیه نسخ شود. در کدام یک از دو صورت؟ یا آیه قرآن داشته باشیم، آیه رو خود خداوند میتوانه آیه رو نسخ کنه که کرده است. بهترین دلیل بر امکان شی وقوع شی است. در آیات قرآن داریم آیه رو نسخ کرده است، یعنی میشه یک آیه با واسطه آیه نسخ شود. و همین که قبل از آیه تغییر قبله بیاید که ما به طرف بیت المقدس نماز میخواندیم، آیه آمد نسخ کردن حکم. با آیاتی هست در یک قسمت که حالا جایش نیست، اینجا نماز جمعه هست، حوزه نیست، دانشگاه نیست که من مستندات رو بیارم. خب آیه نداریم، ما هیچ آیه‌ای نداریم که این آیه رو نسخ کرده باشن. اگر روایت، هر روایتی، بله روایت خبر روایت مخصص عام قرآنی، مقید اطلاق قرآنی قرار میگیرد، اما ناسخ قرار نمیگیرد. باید خبر متواتر باشد. یک خبر متواتری که طال تلوی آیه قرآن باشد میتواند آیه را نسخ کند. نمیدونی این عقیده ماست، باور ما است. بر اساس همین اجتهاد، واسه همین استنباط، واسه همین قاعده منطقی فقهی اصولی، علمای ما یک باب دارن در فقه تحت عنوان عقد موقت و متعه و مفصل هم بحث کردن. و میلیون ها شیعی مسلمان، میلیون ها، تنها شیعه افغانستان نیست، میلیون ها شیعی مسلمان، چی در بحرین، چی در ایران، چی در پاکستان، چی در هند، در هر جا که هست، به این امر مسلم فقهی عمل میکنن. اینجاست که من گلایه کنم، گلایه هست، نقدم نمیکنم، گلایه میکنم. گلایه ما این است که مذهب ما از رسمیت افتاد. خب را در دوره جمهوریت مذهب ما رسمی بود دیگه. یکی از مذاهب رسمی در افغانستان مذهب جعفری بود. خب این افتاد، از رسمیت افتاد. حالا حد اقل بگذارن که ما در مذهب خود در حوزه خصوصی و شخصی که عمل کنیم. ما که الان ادعا نداریم، نمیتوانیم، زور ما نمیکشه دیگه، چیکار کنیم؟ این مذهب ما رسمی شود.
ولی حداقل این توقع را داریم، این انتظار را داریم از برادران ما که اتحاد مذاهب حفظ شود، اتحاد اقوام حفظ شود، با قدرت در کشورهای جهان ما بود و نمود و بروز و یعنی ظهور و بروز پیدا کنیم. باید به عقاید مذهبی یکدیگر احترام بگذاریم، برای ما اجازه بدهند. البته خدا نخواسته تفسیر نشود، من نه سیاسی هستم، تفسیری به موج سواری و غوغا سالاری و یا همون عناوینی که سیاسیون دارن نشود. من سیاسی نیستم، همه دوستان میداند که حدود 20 سال به کابل سراسر کار من تدریس و پژوهش بوده است، کار من تحقیق بوده است. یک روز در سیاست نبودم، یک روز در حزبم نبودم، در هیچ حزبی هم نیستم. پیشینه مرا اگه کسانی داشته باشه میداند که من در هیچ حزبی نیستم، یک طلبه آزاد در دوره جمهوریت موقعیت‌های کلانی سیاسی داره برای فراهم شد. دعوت شدم نرفتم، حتی در محافل سیاسی نرفتم. گفتم همین سنگری علم و تدریس را باید حفظ کنم. لذا یه حرفی که میزنم سیاسی نیست، خدا نخواسته توطئه نیست، درد است، درد است. این درد را من در وجودم لمس کردم که میگویم درد است. خب در این اواخر متاسفانه یعنی علمای زیادی را طلب کردن، من خبر نداشتم، در حوزه طلب کرده به جرم این که عقد موقت خوانده شد. این مجرم شناخته شده است. این هر کسی که عقد موقت خود در فقه خود عمل کرده، یکی به مو فتوای مجتهدین خود عمل کرده، کاری نیست. این طلبه مظلوم، این طلبه مظلوم کاری نیست. یک عید خود را بدون اجازه مجتهد نمیتوانه افطار کنه، چی رسیده که حکم خدا را تغییر بده. اینا بر اساس همین فقه مسلم که در شیعه فقه مسلم است که نقد موقت فقه مسلم است در شیعه، ده ها عالم را به عنوان جرم طلب کردن، در حوزه تعهد گرفته، امضا گرفته، عکس گرفته، ضامن گرفته که بعد از این تکرار نشه وگرنه 6 ماه زندان دارد. یعنی چی؟ تغییر مذهب نیست. والله این توهین به ما نیست، این توهین به مذهب ما نیست، این توهین به عقاید ما نیست، این توهین به مراجع تقلید ما نیست که شما همه نفهمید، همه نافهم و جاهلید. نیست، همین انصاف است که ما در حوزه خصوصی در فقه خود عمل نتوانیم. حالا رسمی که ما نه توقع داریم نه انتظارش هست. در حوزه خصوصی و شخصی، خانه و منزل خود، در مسجد خود، در خانه خود، در منزل خود ما نتوانیم به فقه خود و مذهب خود عمل کنیم. یعنی چی؟ که علمای ما را طلب میکنن به عنوان مجرم که تو جرم انجام دادی، طلب میکنن، تعهد میگیرن و عکس میگیرن و امضا میگیرن و ضامن میگیرن. نه تنها علمای ما، مردم ما تحقیر میشوند. این زوجه جوان با چه افتخاری، با چه هزینه‌ای که ازدواج کرده مظلوم، با خانومش بازار میره، برای خرید میرود. اولا که سوال کردن همین از لازم، البته ظاهرا امین سطوح پایین این کارا رو میکنه. من اونچه که در جریده امر به معروف دیدم، اون جریده تا حدود خیلی معقول است، دیدم من تا حدود را. این گونه‌ای که اینا انجام میدن این گونه نیست. خب لا تجسسو چی میگه؟ یه آیه قرآن دیگه، لا تجسسو. یک کسی که علنا گناه انجام نمیده، علنا فحشا انجام نمیده، علنا زنا انجام نمیده، چرا این دو نفر تجسس کنید تو چی میشی تو چی میشی؟ شاید خواهرش باشن. ما یک اصل داریم در اسلام، یعنی عمل مسلم رو حمل بر صحت کن.
مردی آمد در خدمت رسول خدا گفت من زنا کردم. گفت لعل غمست. گفت نه بابا لعل لمست. 4 بار میخواست که رد کنه، دیوانه بود. گفت نه نمیتون شده. گفت برو حجاجش. تا این حد تسامح داریم ما در دین اسلام. دین اسلام دین رحمت است. دین اسلام دین محبت است. دین اسلام دین مودت است. این دین اسلام دین معقول است، عقل محور است، خرد محور است. اول اینکه انصاف نیست این زوج و زوجه را در بازار برای خرید، و کسی که من عقدش را خوانده بودم خدا برای خرید عروسی رفته بوده بندای خدا، که تو سوال که تو چی میشه، ما همسرش کجای عقدنامه، تو در کجای دنیا در بازار عقدنامه سوال شده؟ والله در کجای دنیا که در بازار راه برود از او عقدنامه سوال کند؟ شما یک جا را نشان بدید. در کره زمین الان که اطلاعات زیاد شده دیگه، الان ارتباطات خیلی نزدیک شده، در هند میبینید، پاکستان میبینید، ایران میبینید، اروپا میبینید، کجا میبینید که یک زن و زوج و زوجه در بازار برای خرید برود از او عقدنامه طلب کنه. این بنده خدا برای خرید رفته بوده اینا، برای خرید رفته بوده اینا. خب از لحاظ شرعی یعنی آیه قرآن لا تجسسو داریم، تجسس نکنید در خصوصیات زندگی مردم. بعد او بنده خدا بگه ما عقدنامه داریم، نقل موقت فی الفور اینا رو گرفته بیاره حوزه، که خودش اینها شما ببینید غرور جوانی او شکسته می شود، غرور مذهبی او شکسته می شود، غرور انسانی او شکسته می شود، غرور انسانی شکسته می شود که با تحقیر بیاری که کجا هست دفترچه چی. این انصاف نیست، والله این کار خوبی نیست، این توهین است. برای این اساس ما تقاضا داریم، یعنی تقاضای کوچکانه ما از امارت اسلامی این است اگر در سطح بالا این قضیه مطرح است تجدید نظر کنند، یعنی مردم ما توهین نشود، مذهب ما توهین نشود، علمای ما تحقیر نشود. این کار خوبی نیست. اگر در سطح کلان تصمیم اینه که علما باید تجدید نظر کنن، این کار خوبی نیست. اینا شکاف ایجاد میکنن، اینا اختلاف ایجاد میکنن، اینا احساسات مذهبی مردم را جریحه دار میکنن، اینا عواطف مردم را جریحه دار میکنه، والله عواطف انسانی را جریحه دار میکنه. لذا تقاضای ما از یعنی امارت اسلامی در سطح بالا این است که در این تصمیم گیری که واقعا ما توهین میشه، نزدیک 60 نفر اگر راست باشه، این البته چند تاش ما دیدم، از جمله میاج آقای مهدوی رفیق ماست، دیدم عکسش اونجا، عکسش دیدم، تعهد میگیرن، امضا میگیرن، ضامن میگیرن. این توهین است، این تحقیر است، این خرد کردن است، این کار خوبی نیست. این به مصلحت ملت افغانستان نیست، این به مصلحت حکومت اسلامی نیست که یک گروهی از لحاظ مذهبی تحقیر شود، از لحاظ اعتقادی تحقیر شود. این به مصلحت نیست. مثلا خودم به من زنگ زد گفت بیا آقا تو عقد موقت خانه تعهد بدی. من التماس کردم، من روزهای چهارشنبه یک درس دارم از ساعت 2 تا 3. حالا یه جریان صحبت کنم تا چون در فضای مجازی اصلا راضی نبودم این قضایا بیرون داده شه. والله به مسجد قسم است، به مسجد قسم است. با یک از دوستان صحبت کردم، سفارش کردم که بیرون، این سر است پیش خودت باشه، این سر هست پیش خودت باشه. رفتیم بیسود و برگشتیم قضایا در فضای مجازی. شاید حکمت خدا همین بوده که قضا همین بوده که من متوجه نشدم. خودم به شدت ناراحت شدم که چرا در فضای مجازی داده شده ای. و من زنگ زد، التماس کردم ساعت 2 درس دارم تا 3، ساعت 2 تا 3 را من درس تمام کنم. اینا نه از باب تحریک احساسات نیست، والله به خاطر گلایه است، درد است که برادران ما جلوی این چنین افراطگرایی گرفته شود. به مصلحت نیست، به مصلحت حکومت نیست، به مصلحت ملت نیست، به مصلحت مردم ما نیست.
بعد ناراحت شد، با تهدید گفت که اگر نیایی اندوالا رو که فرستادم گذارم میحرف زد تو رو میارم. این رئیس مصباح اشارات او طرف زنگ بود، استاد تو واقعا توهین بشید، تو نروی خوری فلان نمیدونم، هر چی زحمت کشید نشد. رفتم گفتم جای لنجر بیاره مرا همینطور بیبره، خیلی توهین میشیم، بهتر خودم میریم. بعد رفتیم، خدا شاهد است، با رئیسی امر به معروفی که همونجا بود منطقی بحث کردم، واقعا منطقی بحث کردم. گفتم نکنید این کار خوبی نیست، مذهب همین حرف زدم، مذهب ما از رسمیت افتاد، اجازه بدهید که ما در همین حوزه خصوصی که در مذهب خود عمل بکنیم. اگر این گناه باشه که رسمی اعلامیه بدید که ما دیگه در مذهب خود عمل نکنیم. باید هیچ شیعی نمیتواند به مذهب خود عمل نکنه. بعد موضوع دوم را گفتم والله و بالله و تالله. ناراحت شده بودم چون یک زوجی بود، زوجه‌ای بود، زوج دانشجو، زوجش هم دکتر بود اتفاقا. اینها را آورده بود که شما نزدیکی کرده، اصلا این سوال کردن خوب نیست که شما نزدیکی کردید یا نکردید. اونا هم آدمای راست صادق بود، بله ما نزدیکی کردیم. اونا متهم به زنا اونجا محبوس شده بود، گرفتار شده بود که یک از ما مردم هم همونجا طلبه حالا بودن نبوده خبر ندارم، باز موضوع تفسیر میکنه که نه عقیده ما شیعه این است که در عقد محرمی کسی حق نداره نزدیکی کنه. بنده چرا دروغ میگی آقا؟ عقد موقت عین همون عقد دائمی است فی الجمله در احکام آثار خودش. این زنا نکرده، این گناه نکرده، این با خانومش، این آدم اگر مرتکب گناه میشد عقد نمیبست، این عقد شرعی خوانده است، این گناه نکرده است. این توهین گفتم، این توهینه. امیر خان گفتم والله و بالله اینو معروف نیست، این توهینه، ناموس مردم بسیار سخت است، کنار بکش خیلی سخته. اینا به همین مقدار مشت آمد و عمامه پرید. باز یک نفر خوب بود میتاری کرده اونجا بودی، عمامه رو گذاشت، یک عیدری اونجا است، خود انداخت در وسط که بحثی فیزیکی، البته حالا که در فضای مجازی صورت مرا خونین نشانده، نه خون نشده بود، اینا دروغه، ولی یک مشت آمد و عمامه پرید و به همین مقدار، از بیشتر نه، که روز قیامت اینا جواب داره. آخر چرا آدم تهمت بزنه؟ اینا گناه داره. من الان نماز میدیم، پشت سرم شاید نزدیک 1000 نفر نماز بخوانه، من دروغ از گناهان کبیره از عدالت ساقط میشود انسان. این عمامه افتاد و بعد گفتم امیر امر به معروف والله. خب بحث و جدال شد که بخیار صحبت نمیکنه، مصلحت نیست. همین مقدار هم نمیخواستم صحبت کنم، نمیخواستم. من سیاسی نیستم، من در عمر خود در سیاست و اداره و اینا نبودم. اینه که صحبت میکنم چون فضای مجازی خیلی ملتهب مطرح شده که قضیه میحد بود، از این بیشتر نبودن، که همیشه هم خوب نبود، همیشه هم معروف نبود، همیشه هم دینی نبود. و حداقل یک نماد علم و عالمی دمه بود که عمامه داشتم، عبا داشتم، خنبا داشتم. این شد، قضیه تمام شد. الان وزارت حج دستش درد نکنه، وزارت امر به معروف، تشکر میکنم از وزارت امر به معروف، همه محتسبین را خواسته است که باید مجازات شه. اینا خودشان صوتش را من شنیدم پیش یک از عزیزان که وزارت امر به معروف گفتن اینا خلاف جریده امر به معروف جرم انجام دادن، ما اینا رو مجازات میکنم. الان رفته هممون که رفتن منکر شدن که ما نزدیم، منکر شدن کار رخ ندادن، در حالی که من اصلا شورای علما آمدن گفتن شکایت، گفتم اصلا شکایت نمیکنم. کمیسیون آمد و شکایت کو، اصلا گفتم شکایت نمیکنم. چندین علمای دیگر آمدن زنگ زدن، پیام دادن آقای بسیار توهینی بزرگی در حق تو شده است، گفتم اصلا شکایت نمیکنم، گذاشتم با خداوند، هرچی جزای خداوند در دنیا و آخرت باشه با مو قناعت میکنم. تو هنوز دیروز آمده بود از کمیسیون بیا شما را طلب کرده، گفتم تو اگر به زور نبرن من بریزان نمیروم، من نمیروم. برای ما سنگین است
که بروم با نفر مشاجره کنم، نمیروم. خواستار مجازاتم نیستم که حتما مجازات شود. و قانون هرچی اعمال میشه اعمال بکنن. از طرف شخص من از طرف شخص من هرچی باش میبخشم. همینطور گفتم، هر توهینی که شدم، هر چی تحقیر شدم میبخشم، ولی قانون و کار خود انجام میدهد که در آینده تکرار نشود. ولی با خاطر شخص خودم اینا رو مجازات نکنید، منفق نکنید. شده گذاشتم به خداوند. به هر حال این قضیه را از این جهت صحبت کردم، هیچ هدف دیگری ندارم خدا نخواسته. به خاطر اینکه در فضای مجازی بسیار این قضیه ملتهب مطرح شد، خواستم اصل ماجرا را، واقعیت را نقل کنم که قضیه این میره کم بود، از این بیشتر نبوده. که پشت میکروفون نماز جمعه هستم که خدا نخواسته یک کلمه اضافه کنم عدالت من ساقط میشه، نمازم باطل میشود. این قضیه عرضم